عشقم تعصبیشو میگیشن بهترین کباب تهران رو داره. بیش از 28 ساله که حاج احمد صفری خوشمزه ترین کباب شرق تهران رو میپزه. کبابای آبداری که ترکیب توپز گوسفندی، لادنده، رون گوسفندی و سردست گوساله است که زیر مجازش رو حرارت میدن و 2 بار چرخش میکنن. تو محفل رسم کباب میرسه بالا، نصفش میره رو محفل. با همه 120 گرمه، اونم از نوع جاسبی. کبابای جاسبی آبداری که پرطرفدارترین کباب شرق تهرانه. من افتخار میکنم به این بچه‌ای که کاسب شد الحمدلله بعد مغازه داری میچرخونه. ما دیگه به خیال راحت دیگه با این بازنشسته. ولی حاج احمد نه تنها بازنشسته نشده، بلکه برای ماه رمضان پای دیگه آش شله قلمکارم وای میسه و ببینید چه آشی میزنه. این مشتری که میگه گوش نداره اینو چیه با؟ ماشاءالله ماشاءالله. یا من علی سینا اکبری هستم. اگه هوس یه آش شله قلمکار خوشمزه کردید یا دلتون یک کباب چرب و چیلی جاسبی خواست، به محفل سر بزنید.